خب دوستان خوش آمدیم به جلسه بعدی صنف هوش مصنوعی ما. امروز درس ما درباره ساختن ای ایجنت است که توسط لویبل ما این کار انجام میتیم. و در اول وقتی که شما میخواین که یک ای ایجنت درست کنین بدون ای پی آی که باشه، یعنی ای پی آی نیاز نیست و ما یعنی فری جور میکنیم. شما باید اول چت جی پی تی را باز کنین. در اینجا می پرامپتی که ما نشته کردیم اما یک پرامپت یا خط باش نشته کنین، بهتون پس یک پرامپت کامل میده. و پرامپت کامل شما کپی بگیرین و با لویبل پیست کنین. و در اینجا ما می بخش ای ایجنت که جور میکنم توسط لویبل که است، این باید مکمل فری باشه. یعنی از ما مثال خریداری ای پی آی باید نخواهه. وقتی که هر ایجنت باید که شما جور میکنیم باید شما یک ای پی آی خریداری کنین. خود در اینجا ما کدام ای پی آی خریداری نمیکنیم. این را انتر میکنم به شکل. حالا چت جی پی تی به ما یک پرامپت کامل پس میده. این را کپی میگیرم و در لویبل جای پرامپت پیست میکنم و مکمل ایجنت به ما درست میکنه بدون مثال خریداری از ای پی آی باشه، هر چیز که باشه اینجا کپی میگیرم. چون ما گفتیم که ای پی آی باید از خود لویبل باشه یا هم کدام دیگه ای پی آی فری باشه. این کپی انتخاب میکنم. خب حالا من به لویبل در اینجا هم پیست میکنم. حالا لویبل ما امی ایجنت درست میکنه. این انتر میکنم. خب شاید یک وریفیکیشن هم انجام بده. خب وریفیکیشن نخواست. حالا در اینجا لویبل از ما چند سوال هم میکنه مطابق پرامپت ما. یه هم پرامپت ما کدام مشکل داشته باشه لویبل از ما چند سوال هم میکنه. خب حالا صبر میکنیم تا لویبل از ما چند سوالات هم انجام بده. خب دوستان اینجا لویبل چند سوال کرده از ما. اینجا ایده کاپی میگیرم به این شکل. ایده هم توسط چت جی پی تی پاسخ میتونم مطابق پرامپت ما باشه. با چت جی پی تی میگم please select one answer به این شکل و انتر میکنم. در اینجا گفته که تو انتخاب کو database with anonymous browser ID. اینجا میگم بخشه. خود اینجا دیتابیس ایده انتخاب میکنم. ایده هم کپی میگیرم با چت جی پی تی پیست میکنم و یک سوالی هم میتون دیگه خودش میفهمه. اینجا گفته yes generate a premium illustrate avatar. ایده هم انتخاب میکنم و سابمیت. لویبل امی ای ایجنت شاید 10 دقیقه یا هم 20 دقیقه یا هم 15 دقیقه با ما بسازه. خب دوستان اینجا بخش ای ایجنت ما مکمل جور شد بدون ای پی آی جور شد. طوری که من چه رقم پرامپت بهشان داده بودم اما تو یک ای ایجنت با ما درست کرد که نام داده بودم خان ای آی و اما تو به ما خان ای آی هم نشته کرده و مکمل ای ایجنت با ما درست کرده. من اینجا کلیک میکنم ایره فول اسکرین شوه به شکل. یک چند صبر میکنیم. اینجا میام به بخش start chatting انتخاب میکنم. اینجا چتینگ ما شروع میشه. من باشه گفته بودم که مثال یک آیکن هم اد کو که مثال یک آواتار باشه. حتی سیستم آنلاین هم نشان میده که من بیارد اینجا آنلاین هستم. اینجا باش میگم hello how are you. سعی کنیم اینجا گفته که I am doing quite well. Thank you for asking. It is a pleasure to be able service to you today. به این شکل به شما پاسخ میده. و باشم میگم please teach me Python language step by step. انتر میکنم. سعی کنیم مکمل پایتون لنگویج رو با ما استپ با استپ تدریس میکنه که در اینجا مثال چی رقم مثال شما پایتون یاد بگیرین تعریف میکنه. وبسایت شده اد کرده. حتی بخش سیم دی هم بهتون اد کرده که اینجا گفته که مثال انتیجر است، استرینگ وقتی چی استفاده میشه، وقتی تکست است، انتیجر وقتی هول نمبرز است، فلوت داریم، بولی هم داریم، بخش مثال چو فالس داریم. کلش در اینجا بهتون گفته. حتی مثالا هم بهتون کار کرده. یعنی شما هم میتونین برای خودتون یک ایجنت هم درست کنین. کپی هم میشه. در اینجا مثال باش میگم please write me a code of Python. انتر میکنم. لیکن کد پایتون هم بهتون نشته میکنه به این شکل. یعنی شما هم میتونین اما یک ایجنت به طور رایگان جور کنین. همین پرامپتی که ما اینجا به مثال چت جی پی تی دادیم همین پرامپت که است امیر شما هم بگیرین. باشیم بالا سه اینجا بالا میریم دیگه هم بالا میریم. خب این پرامپتی که ما به چت جی پی تی اما تو پرامپت شما هم بگیرین با چت جی پی تی بهتون مکمل سیستم ای ایجنت بهتون درست میکنین. به طور رایگان شما میتونین برای خودتان یک ایجنت درست کنین و شما میتونین که مثال یک اگزکت مثال پوینت داش اد کنین. مثلا ما اینجا گفتیم
که مثال ایجنت ما باشه درباره مثال چتینگ باشه، چت جی پی تی رو چت کنه که answer my questions. اگه ما بگیم که با ما عکس جنریت کنه، عکس هم جنریت میکنه. ما این سیستم هنوز اد نکردیم، شما هم اد میتونین. خب اگر شما مثال چیزای ادوانس اد میکنین بهتون بسیار فوق العاده کار بته، حتی ساین و ساین اپ هم داشته باشه شما رو اد میکنین. مگر که ساین و ساین اپ کار نداره، فقط بگین که اینجا بخش اینجا بگین، ما بهتون باز نشون بدم. اینجا بگین در اینجا که please active the sign in and sign up. وقتی که شما ساین این و ساین اپ اد کرده باشین اگر کار نداد، ایره باش بگیم بهتون ساین این و ساین اپ مثال کار شروع میکنه. یک دوم کسا شما یک پی آی خریداری کنین اگر و در وبسایت خود ذخیره کنین بهتون هر رقم کار که بخوای بهتون انجام بده، حتی کدینگ هم بهتون میتونه. حالا فقط ما یک اگزمپل بهتون کار کردم، این بسیار عادی است که بخش چتینگ و ما جور کرد. شما هر رقم بخش که بخواین بهتون انجام داده میتونه، حتی ذخیره هم بهتون میکنه چتینگ شما. که مثال ما دیگه چتینگ مثال باز میکنم، اینجا بهش میگم که help me write a business page. به شکل ما مکملش میکنه. یعنی با قانون خودتان هم کار میته که شما باشین در بخش پرانت اینجا بگین که مثال یک نفر می از مثال خان یا اسیستانت پرسان کنه ما میخوایم یک موتور بخرم، تو درباره موتور مشوره نده، بهتون درباره موتور مشوره نمیده، قانون هم اد میکنین و باز در کدینگ هم اد میکنه، اف ایلس استفاده میکنه، چنین بخش دیگه استفاده میکنه یا کاندیشن که با شما مو سیستم اد میکنه. یعنی به شکل شما میتونین برای خودتان یک ای آی ایجنت درست کنین. این هم درس امروز ما بود، امیدوارم یه چیزی یاد گرفته باشین. اگه سوال دارین ما در خدمت هستیم.